عرض میکنم به همباشگاهی‌های خودم. امروز میخوام براتون یک طرح جدید رو معرفی کنم. همونطور که میدونید باشگاه کروکودیل اکسچنج تونستش یک رکورد جدید بزنه و باشگاه وب کلاب تونستش 3 میلیون دلار آمریکا رو برنده بشه و این فقط به خاطر زحمات شما بود و به خاطر تلاش‌های شما بود که تونستید توی این باشگاه انجام بدید. این باشگاه میخواد از یک طرح 5 ساله برای شما رونمایی بکنه که من میخوام این طرح رو الان برای شما توضیح بدم. این طرح که در سال 2025 تا 2030 میخواد انجام بشه به این صورت هستش که میخواد از فروشگاه‌های مختلف دعوت به همکاری بکنه و شماها هستید که باید این فروشگاه‌ها رو معرفی بکنید. اگر شما فروشگاه‌ها رو معرفی بکنید میتونید به جوایز ارزنده‌ای برسید. من توی این تابلو بهتون توضیح دادم که اگر فروشگاه رو در ماه معرفی بکنید چقدر جایزه برنده میشید. اگر در یک ماه یک فروشگاه رو به باشگاه معرفی کنید 30 دلار آمریکا بهتون پورسان داده میشه و اگر در یک ماه شما 100 فروشگاه رو معرفی بکنید یک ضربه خیلی آسون هستش، راحت شما 3000 دلار آمریکا برنده میشید و اگر 1000 فروشگاه رو معرفی بکنید شما 30,000 دلار آمریکا برنده میشید. طبق این جدول شما میتونید علاوه بر این که سیگنال ها رو توی گروه بزنید به درآمد بیشتری برسید و یک زندگی مرفهی رو برای خودتون آماده کنید، مهیا کنید. و اما چه مزایایی به اون فروشنده میرسه؟ شما اگر فروشگاه رو معرفی بکنید، اول اینکه اون فروشنده یک تابلو با لوگوی باشگاه به صورت رایگان دریافت میکنه. به مدت یک هفته 700 دلار آمریکا بهش داده میشه تا بتونه در سیگنال ها شرکت کنه و سود کنه که بعد از یک هفته 700 دلار گرفته میشه و هر سودی که کرده مال خود صاحب فروشگاه هستش. شما هم که جایزه 30 دلاری خودتون رو گرفتید. پس اگر دقت کنید این یک برد بین فروشگاه، شما و باشگاه هستش و میتونیم بگیم که این یک نفع جمعی هستش. اگر شما بتونید تعداد فروشگاه‌های بیشتری رو جذب کنید، پس میتونید یک زندگی رفاهی بهتری رو برای خود و خانواده‌تون ایجاد کنید. پس همین الان فروشگاه‌های خودتون رو به استاد مادوکس معرفی کنید.